فال، نامه، سس، پیتزا، پای یه آدم شکمو وسط دیگه. اما ببین دستبند دارم، فال دارم، دستبند قشنگه، تو رو خدا بخر. پول ندارم هم برو. گران از چطوری خوبی؟ بودو بیا اینور، بودو. Kashagwarapat, hakasik randegi gendegi. سکر نگذار. هر کسی که تا فکر کنه باگه تنهی، آخر متوجه به که اف باگه واونده. باید یه نقشه بکشیم تا بتونیم بامدادو بندازیم توی تله. آخه چجوری اون که برای ما هیچ ارزشی قائل نیست به جز یه نفر. چی داری میگی احمد؟ نه یسرا نباید وارد این بازی بشه. جون بچم در خطر محمد. پا گذاشته روی خطر. نه نکن مثلا نه مسبب تمام بدبختی هم تو این نه میگم مثلا بچه‌مو دزدیدن. من میدونم باید چجوری کشوندش اینجا. میگم من میدونم باید چجوری کشوندش اینجا. محمد حالا بیش خانم گرامی تمام حواس تو با اینجا باشه. هر گونه اشتباهی باعث میشه که جون یکی در خطر باشه. باشه ولی فکر میکنم داریم وقتمون رو تلف میکنیم. جون بچه‌م در خطره. کاریو که بهت میگم انجام بده. چشم عزیز. همه اینا رو میگین که تو جای خودشون قرار بگیرن. دقیق انجامش بده. چشم. خانم لطفا شما در حالت عادی خودتون بمونین و به آموزشتون ادامه بدین. خانم سمگری شما به عنوان مشتری بشینین و طبق برنامه پیش بریم. چشم. یسرا چی شد؟ بهش زنگ زدم گفت نیم ساعت دیگه میرسه. احمد لوته چونک. همه بچه‌ها سر جای خودشون قرار گرفتن. باید چیکار کنیم؟ احمد لوته چونک کنه. دندم تو داره بر. بدون هماهنگی من هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. باید منتظر سوژه بمونیم. چشم آروم. محمد فکر کنم نقشه لو شو. یه عوضی نقشه زاند. چرا میترسی؟ منتظر من نبودی نه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ یسرا فقط یه چیزی رو میخوام بدونم. من چیم کمتر از محمد بود که اونو به من ترجیح دادی؟ یه نگاه به زندگی که برام ساختی بنداز. به کارهایی که کردی بنداز. رسما زندگیمو با یه آدم روانی تقسیم کرده بود. من روانیم؟ اونا فقط تقاص کار خودشونو دادن یسرا. هر کسی منو نشناسه تو که میشناسی. پسر خاله هنوز همون پسر بچه 16 ساله موندی. همون کسی که فکر میکنه فقط خودشه که ظلم میده و فقط خودشه که زجر کشید. نکشیدم دیگه. باید چه کار میکردم که نکردم یسرا؟ من همه زندگیمو باختم. نمیتونم تو رم ببازم. بامداد بسه. آره من دوستت داشتم ولی مثل برادر. خودت هم از اول میدونستی من دلبسته محمدم. میدونستی. اسم اون نمک درومو جلو من نیاد. هیچ وقت نخواستی منو بشناسی. سپرایز. تولدت مبارک. تحقق رویای زیبای شما در مرکز تخصصی آرایش دائم مائده سنایی. آموزشگاه و زیبایی مائده سنایی شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کند. عمو بامداد
اینا اینجا چی کار میکنن؟ میگم اینا اینجا چی کار میکنن؟ ماشین گیرمون نیومد یسرا گفت که به بامداد بریم. مگه من نگفتم بامداد نباید شما رو برسونه؟ میخوام مثل یسرا باشی، وضعیتشو نمیبینی، هر روز با یه نفره. گوش کن کاراگاه، خودت و یسرا و محمد میایم به قلعه پدری. عمو میخوای با من چی کار کنی؟ بابام کجاست؟ کی میاد دنبالم؟ میبینید چه بلایی سر من آوردی؟ من آدمی بودم که اسلحه بکشم برای بچه کاراگاه؟ تک تک شما مقصری. نه کوزک، زاگه کشتم واقعا افتخاری نه. شتا خواهش کنی ما رو بخشا. ما معذرت تلوت. تصمیم احمقانه مگیر. تزی و من آدم احمقیتون که نتوان تو تصمیم درست گیرین. هنون تشم من لوته که من تصمیم درست گیرین. بامداد الان یه اصله دقیقا روی قلبت نشونه رفته. کوچکترین اشتباهی باعث مرگت میشه. کاراگاه، قلبم سختری جای بدنمه. یه جای دیگر رو نشونه بگی. یسرا، اینجا رو یادته؟ تموم این سالا رو با خاطرات تو این منطقه زندگی کردم. بامداد خواهش میکنم این کارو نکن. خواهش میکنم. برو آدرینا، برو عمو. بیا عزیزم بیا. دیدی کاراگاه تا میتون آدم بکشه. کوره مرد. کوره مرد. بامداد. Giranas? C'è? Ecco ma io croce movente c'è una canale. Aspettati. Quasi che la sobrona della Sarjan, c'è io. Bro, usane a passe canale. Bro. نفس بر بی